ما تیمی که داشتیم اونجا هم اویسی، هم پسر اشرف، هم قرطیه، فرخزاد، اینا رو تیمایی که بودن معمولا بچهای باسک مأمور اجرا می‌شدن، می‌زدن دیگه هیچکی به هیچکی. بختیار من وارد اتاقی شدم، یک کاغذ آ4 بود، برداشتم نوشتم سپاه پاسداران تشکیل شد، یک محسن رفیق دوست. ولذا به من میگن اولین سپاهی. یه کلت داشتم 45، یعنی گذاشتم رو میز، گفتم اگه امروز توافق نکنید اول شما ستاره میزنم بعد خودمو. آقای لاهوتی نسبت به جنس لطیف خیلی چیز بود. در جایی مطرح شده که خانم فائزه هاشمی گفته که مرگ آقای لاهوتی در سر شکنجه است. اصلا آقای لاهوتی اقامتش در زندان اوین به یک شبانه روز نرسید. و نظرتون درباره خانم فائزه هاشمی چیه؟ خله، تعادل روانی نداره. یه رگه های لاجوردی نشناسی تو مغز تو هست، اونو باید اصلاحش کرد. بله. تا اومد در اتاق من رسید، گفتم مرد که پدر سوخته همونجا وایسا. سفیر شوروی حضرت علی بازجویی اعضای حزب توده را بر عهده داشتین، درسته؟ بله. مثلا کیانوری نوه آیت الله نوری معروف بوده. پسر آیت طالقانی کی رو کشته بود؟ یه خواهری رو اما اسمش یادم نیست. اگه برمیگشتین عقب هنوز از هویدا رو می‌کشتین یا نگه می‌داشتین آیه هویدا رو؟ عجله نکنین تو کشتن من که متاسفانه معروفه که هادی غفاری رفت کشتش. چون اعدام آیه بهرام افضلی مستحق اعدام بود؟ در جایگاهی که بود بله. کسی که مرحوم لاجوردی رو اومد ترور کرد این یه سرباز ارتش بوده و در تاریخ مجاهدین می‌بینیم که از اون به بعد محور اصلی رفته زنا، اونم با بدترین شرایط از نظر اخلاقی و انسانی. آقای هاشمی در جای اشاره کرده بود که یکی از علتایی که جنگ طولانی شده حضرت علی هستین و خیلی به شما نقد داشت. تصمیم گرفت جنگو تموم کنه، منو صدا کرد و گفت جنگ افروز تویی. آقای موسوی مساوی علیه شما انجام داد، گفت ما کل بودجه کشور 6 میلیارد دلار 4 میلیارد دلار شو داریم به شما میدیم. 3 میلیارد و 900 میلیون گذاشتن برای جنگ، اونم نه برای من. الان اون که خیلی ثروتمنده ستاد اجرایی فرمان امامه. چه فرقی با بنیاد میکنه رسالتش؟ هر دوشون یکی هن. هر دوشون درآمدشون رو زیر نظر دفتر مقام معظربری من بهشون مأموریت میدم. یکی از حاشیه‌ای که بنیاد نور داشت بحث خانه هدایت اسلامی یا خیریه گل یاس بود تو استان البرز. اصلا اونجا هیچ ارتباطی به بنیاد نور نداشت. گفتن 1000 تا دختر اونجا نگهداری میشد. بحث انتقالشون به کشور ما هیچ ارتباطی نداشتیم با اونا. همچین چیزی وجود داشت یا نه حضرت علی؟ یه خانه‌ای بود، هیچ مشکل چیزی هم نداشت. پس چرا بازداشت کردن رئیس دادگاه انقلاب کرجو؟ اون رو درست کرده بود دیگه، چیکار من نمیدونم. رابطه شما و آقای مرتضی رفیق دوست با فاضل خداداد به چه صورت بود؟ اولا داستان باغ صادرات هیچ ربطی به من نداره. شروعش من پروندهش اینجا دارم، کل پرونده. یه آقایی به نام مزینانی توی بانک، بله. این من پدرش رو کشته بودم. پس میگن 123 میلیارد تومان گم شده بود؟ اصلا هیچ 123 میلیارد وجود نداشت. شما در جایی هم نقل کردین که وثیقه گذاشته بود حتی بیشتر از اون مبلغ ولی باز اعدام کردن. چرا؟ بعد وقتی اتفاق افتاد این خارج از کشور بود، درست همزمان موقعی بود که اویسی رو تو پاریس ما فرستادیم اونور. بله. اونم من فرستادم. پس حاج آقا پرونده آیه فاضل خداداد که فرمودین شما میگین آقا مرتضی رفیق دوست هیچ نقشی نداشت، درسته؟ این پروندهشه، درسته؟ خود آقای اژه‌ای اومد پیش من، حالا اینا ممکنه تا بعد اگه بشنون تکذیب کنن، توی طواف خونه خدا با آقای غمخوار میگه که باید ایشون آزاد کنیم. میاد پیش آقا میگه ببین آقا، برای اولین بار در جمهوری اسلامی یه نفر 2 درجه عفو خورده، اونم برادر آقای رفیق دوسته. این نکته شبهناکه. شما ببینید بکنین 1 درجه بشه 15 سال که سر 7.5 سال آزاد بشه. ما این 2 سال و نیم هم نمیذاریم تو زندان بمونه که همین کارم کرد. ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه. اون ترور من رئیسش بودم. میگن که از شما حاج محسن دستور گرفتن بابت ترور. آره اصلا دادگاه گفتن مسئولش من بودم. اینا رو خواستم فرستادم، بالاخره گیر کردن تا موقعی که انیس نقاش به خاطر اینکه دیگه طول کشیده اعتصاب قضا کرد. اینم گفته بود من فقط موقعی اعتصاب قضا میشکنم که حاج محسن بیاد اینجا. رئیس جمهور فرانسه با آقای هاشمی تماس گرفت و اونا هم گفتن چیو
حالا تو دادگاه که محاکمه کردن نوشتن فرمانده من بوده. من گفتم من میرم. تلفن میتران بگیریم بذارین روی اسپیکر. گفت آقا من از طرف شما اجازه دارم با این نماینده آقا که از تهران مذاکره کنه. گفتم بله. گفتم خب حالا اگه من اومدم به این گفتن حساب قضا شکست اینا کی آزاد میشن؟ گفتن 2 هفته طول میکشه. گفتم خب اگر بعد از 2 هفته یه سفارتتون منفجر شد یه هواپیماتون رو بودن دیگه گله نکنی. بعد دیگه آزاد کردن اومدن. باشیم زودتر بریم من به زندگی برسیم.